یه فکت خیلی جالبه، خیلی از مردم کچلوار گرون قیمت و نو که میخرن میترسن بدن خشکشویی. میگه ما میدیم خشکشویی توی کار یا ایست کار خراب میشه دیگه، این اولش نمیشه، یعنی خراب میشه، اون ایست اول یا کپ اولشو دیگه نداره، به خاطر همین خشکشویی نمیدیم. این کتی که یک بار الان کاره خشکشویی روش انجام شده، کامل نها کنید دیگه. بالای کار سراسین، سریعه و سر داخل کار خشکشویی انجام شد، اتوش هم خورد. یه پرزگیری ساده روز اولش با الان هیچ فرقی نمیکنه، کمان که الان بهتر هم شده، یه اتوی خیلی خوب خورده، پارچه تمیز شده و یقه درجه 1. نه رنگش میپره، نه ارزم به حضورتون اتوش کپش خراب میشه، نه آثرش اتفاق میفته. داخل آثر بگیر، این آثر داخلش سرجیبا. این کار خیلی مجلسی و تیره‌ای که شما میترسیم بدین خشکشویی به خاطر اینکه کم رنگ میشه یا کپش از دست میده. کپ درجه 1 رقم، کپ درجه 1 با نوع هیچ فرقی نمیکنه. این که بدم خشکشویی خراب میشه به خاطر اینکه حالا بعضی از همکارای ما یه مقدار کم حوصله‌ان، تو کار وقت نمیذارن برای خشکشویی کردن، لکه‌گیری یا حتی اتوی کار. این کار اتوش هلوش 30 دقیقه زمان بود. یه کد مشتری وقتی میبینیم نوع تازه اولین بار آورده، یه مقدار زمان بیشتر بذاریم، کار اینجوری تحویلش بدیم که مشتری یا طرز فکرشون نسبت به خشکشویی و شستن کت خراب نشه. خیلی مخلصیم. یا